دیگه آغاز میکنیم بحث استیکیومتری رو به دو روش تستی و تشریحی. این روش ها هر کدوم خب طبیعتاً در جای خودشون کاربرد دارن. اگر خب پشتیبانی میکنن. ازتون سوالی داشتی در مورد بحث این که مثلا حالا مشکلی در صدا هست یا تصویر هست، توی همون کامنت ها بپرسید، پشتیبان هست که مشکلتون رو حل کنه. خب هر کدوم از اینها جایی میدونیم که جای خودشون کاربرد دارن. بیشتر روش تشریحی یا همون روش زنجیره‌ای در آزمون‌های نهایی و امتحانات تشریحی به کار میره و کسانی که حالا معلماتون گفتن که حق ندارید از روش‌های تستی استفاده کنید. و روش تستی خب مشخصا در آزمون‌های تستی مثل کنکور و یا کنکورهای آزمایشی که میدید کاربرد داره. ما اول روش تشریحی رو خدمتتون عرض می‌کنیم تا دوستان خب خیلی‌هاشون شاید پشت کنکوری باشن، خیلی‌هاشون میخوان آزمون نوبت اول بدن. روش تشریحی رو فعلا و زودتر مورد نیازشونه. روش تستی رو هم در ادامه قطعاً خواهیم گفت. خب شروع می‌کنیم. اگر سوالی در مورد بحث اینها نیست و در مورد مفهوم‌ها نیست، ما شروع کنیم و آموزش رو در واقع در مورد مبحث زنجیره‌ای. خب مثل اینکه سوالی نیست، شروع می‌کنیم. در روش زنجیره‌ای ما در واقع از کسرهایی استفاده می‌کنیم که بالا و پایینشون با همدیگه برابره. یعنی در واقع عدد یک رو به ما میدن. خب اگر در مجموع این بالا و پایین رو کسر رو به هم تقسیم کنیم، باید عدد یک رو به ما بدن. به طور مثال ما مثلا میگیم یه عنصری داریم به نام عنصر X که جرم مولیش 30. خب و اگر ما بگیم 1 مول تقسیم بر 30 گرم، خب الان اینجا جواب ما 1. چرا؟ چون بالا و پایین برابر 30 گرم عنصر X یا 1 مول عنصر X هر دوتاش یک مقدار هست. درسته؟ پس ما در مورد موارد گوناگون در واقع چیزهای متفاوتی داریم که با همدیگه برابرن. مهمترین چیز برابری بالا و پایینه در این در واقع روش. خب ما چند تا حالت داریم و توی استیکیومتری از ما تقریبا چند تا چیز رو میخوان. یک گرم، ببخشید شد گرم، مول، لیتر، میلی لیتر، مولار و n که چیه؟ تعداده. این این 6 تا چیز که در واقع یه جوری 5 تا هستن، چون این دوتا با هم دیگه برابرن و فقط در واقع تبدیل واحد میخوان، تبدیل یکا میخوان. این دوتا اگر با هم دیگه برابر حسابشون کنیم 5 تا، اگر جدا حساب کنیم 6 تا در مجموع مورد هست که از ما توی استیکیومتری خواسته میشه. خب ما همونجوری که میدونیم برای تبدیل گرم به مول نیاز به چی داریم؟ نیاز به جرم مولی داریم. جرم مولی یعنی چی؟ یعنی 1 مول از یک ماده چند گرم جرمشه، یا حالا بالعکس، یعنی حالا اینجا که گفتم تبدیل، این میتونه تبدیل مول به گرم هم باشه. پس ما توی کسرهامون مول می‌نویسیم بر چی؟ مول می‌نویسیم مثلا بر اندازه گرمش. سوال بود. خب کجا بودیم؟ داشتم می‌خواستم بگم که یعنی اگر ما می‌خوایم مول رو مثلا تبدیل به گرم کنیم، کافیه چیکار کنیم؟ کافیه این رو ضرب در جرم مولی بکنیم دیگه، جرم مولیش بکنیم. به همین راحتی. حالا من میام الان دیگه میرم توی، یعنی در واقع اون بن و مایه اون کار رو در واقع شما متوجه شدید. میرم توی اینکه کسرها رو بهتون نشون بدم. به طور مثلا میگن یک عنصری داریم که جرم مولیش 12. خب حالا میگن یعنی عنصر X که جرم مولیش 12، میگن که 36 گرم از مولکول از همین حالا عنصر X مساوی است با چند مول از این عنصر. خب اینجا ما چیکار میکنیم؟ اینجا ما یک خط میکشیم. خب ببینید گرم بالاه، باید چیکار برای اینکه این گرم از اینجا حذف بشه ما باید چیکار کنیم؟ باید 1 گرم اینجا داشته باشیم. درسته؟ پس من اول قبل از اینکه بیام در واقع کار رو بذارید عقب‌تر بنویسم که نره توی QR. 36 گرم
من قبل از اینکه بیام اعداد رو بنویسم میگم آقا من اینجا گرم دارم، میخوام ساده بشه باید اینجا تو مخرجم گرم داشته باشم که این با این بره چی بشه، با هم دیگه ساده بشن. درسته؟ خب پس حالا در سوال دومی که از خودم میکنم من چی میخوام؟ من میخوام اینجا جای گرمه چه اتفاقی بیفته؟ دلم میخواد که مول بیاد دیگه. درسته؟ میخوام مول بیاد. خب پس حالا که گرم با گرم رفته اینجا هیچ نمونده، من اینجا یه مول میذارم برای خودم که چی بشه؟ یک مول در واقع بیاد بچسبه به عدد من و مول رو بده. خب بعد حالا اینجا شروع میکنیم میگیم خب من رابطه گرم با مول رو کجا دارم؟ کجا این دوتا به هم دیگه وصل میشن؟ توی جرم مولی. یعنی من از کجا میتونم بگم چند مول از این ماده در واقع چند گرمه؟ خب باید بدونم دیگه، طبیعتا یه جای این دوتا باید با هم دیگه برابر بشن. میگم آره من میدونم که هر 12 گرم این عنصر ایکس ما 1 موله. درست شد؟ از اینجا به بعد که اصلا من کاری چون من اومدم اول فکر کردم و اول اون یکاها رو چیدم، دیگه نیازی به فکر کردن در مورد یکاها و به هم ریختن ذهن خودم ندارم. مثل یک کسر خیلی خیلی ساده عددی حلش میکنم. میگم آقا 12 با 36 میشه 3 ضرب در 1 هم میشه 3. پس جواب ما میشه 3 مول. این ساده بود. ما به اینجا در واقع به این کسر کوتاه بسنده نمی‌کنیم. این خیلی ساده بود. من فقط می‌خواستم این مثال خیلی خیلی ساده رو برای شما بزنم که چیکار کنید که متوجه بشید که چه اتفاقی میخواد بیفته. خب بهترین راه، ببینید اول من این موضوع رو، بهترین راه توی بحث کسرهای زنجیره‌ای اینه که ما بیایم و چیکار کنیم. اولین کاری که می‌کنیم اون هر چیزی که داریم، گرم داریم، لیتر داریم، نمیدونم مولار داریم الی آخر هر چی، تبدیلش کنیم به چی؟ تبدیلش کنیم به مول. وقتی تبدیل کنیم به مول از نظر ذهنی خیلی 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 آماده تر میشیم برای کسر بعدی. اگر 2 تا کسر باشه یا 3 تا کسر باشه چیکار میکنیم؟ یعنی من پیشنهادم اینه که اولین کسری که بنویسید کسر تبدیلش به مول باشه. اگه خودش به مول بود که خب خدا رو شکر چی خودش به مول بوده، اما اگر دیدیم به گرم بود، به لیتر بود، به هر چی بود، سعی میکنیم اولین کسرمون کسرش تبدیل به مول باشه. خب حالا میان به ما میگن مثلا لیتر این ماده، این گاز چیه؟ فرض کنید که همون ایکسی که با 12 میخوام یکی یکی براتون دوباره همونجوری مثال بزنم که تو ذهنتون بمونه. میگن خب حالا لیترش چیه در شرایط چی؟ STP. خب میگن لیترش چیه؟ گاز هم هست، این هم گازه. خب ما میایم میگیم آقا اولین کاری که ما گفتیم چی بود؟ این بود که خب اول 36 رو بنویسیم. میگن 36 گرمش میشه چند لیتر؟ ضرب داره این، بذار گرم رو بنویسم. گرم خب ضرب داره. گفتیم اولین کار چیکار می‌کنیم؟ من به شما گفتم که اولین کار و بهترین کار چیه؟ بهترین کار اینه که اول فوراً تبدیل کنیم به مول. خب پس ما سریعا اینجا گرم می‌نویسیم، من اینجوری بر بالا مول می‌نویسم که این تبدیل به مول بشه. خب میدونم که اینجا جرم مولیش در واقع 12 و مول هم 1 میشه. خب حالا میخوام به لیتر تبدیل کنم. من باید چیکار کنم؟ تا الان این جی و این جی من رفته. خب الان مول اومده چسبیده به عدد من. درست شد؟ من میخوام چی بچسبه به عدد من؟ همتون بگید توی کامنت ها، همتون گفتگوی عمومی بگن. اون بالا سمت راست کاربر رو بزنن، بالا گفتگوی عمومی تایپ کنن همه. من میخوام چی بچسبه به عدد من؟ بنویسید. آفرین درسته. بله لیتر میخوام بچسبه به عدد من. پس من چیکار میکنم؟ میام دوباره میخوام این موله رو از اینجا بکنم دیگه. دوباره میام یه مول میذارم اینجا. مول مول میذارم اینجا که چی بشه؟ که این موله با این موله از هم با هم دیگه برن و تبدیل به 1 بشن. خب حالا چی می‌خواستم بچسبه؟ گفتید لیتر. پس لیتر رو میذارم این بالا. خب حالا من دوباره میخوام بگم آقا چیه که مول و لیتر رو با هم دیگه پیوند میده؟ بهش میگن، حالا بعضیا اصطلاحاً بهش میگن حجم مولی. اما خب حجم مولی خیلی شاید کلمه درستی نباشه. یعنی میگم اگر جایی شنیدید منظور اینه، خیلی کلمه درستی نباشه. ببینید گازها، میدونیم که گازها در شرایطی که در شرایط STP هر یه مولشون 22.4 لیتره. پس ما یه 1 میذاریم اینجا، میگیم یه مولمون چیه؟ 22.4 لیتره. درست شد؟ الان اینا هر دو تا از این کسرهای ما جوابش 1. یعنی بالا و پایین با هم برابرن. میدونیم که 12 گرم از این عنصر میشه یه مولش، پس بالا و پایین یکسانه. توی کسر بعدی میدونیم که 1 مول میشه 22.4 لیتر، پس بالا و پایین یکسانه. در واقع جواب ما 1 باید کاملا مساوی هم باشه بالا و پایینش. بله 22.4 لیتر درسته. خب حالا چیکار کنیم؟ حالا دیگه من خیالم از همه یکاها راحته. من اینجا دارم آروم به شما توضیح میدم، اما شما توی آزمونات و موازین نهایی دیگه خب طبیعتا اینقدر آروم که حل نمی‌کنید. من دارم یکی یکی به شما توضیح میدم، یکی یکی شفافش میکنم. شما دیگه اونجا سریع یکاها رو میذارید و سریعا حل میشه.
خب چه اتفاقی میفته الان؟ دیگه من خیالم از یکاها راحته، دیگه ذهنم رو درگیر یکاها نمیکنم، میام مثل ریاضی حل میکنم، میگم آقا 12 با 36 میشه 3 ضرب در 1 ضرب در 22 و 4 دهم، که جواب میشه چند؟ جواب میشه 67 و 2 دهم لیتر. بذارید نزدیکتر به لیتر بنویسمش، 67 و 2 دهم لیتر. این میشه جواب ما. درست شد؟ خوب جا افتاد براتون؟ هر کی اوکیه و مشکلی نداره اون سمت چپ پایین دستشو بزنه که دستا بره بالا. اون پایین تو دکمه هاتون سمت چپ علامت آیکون یه دسته. همه بزنن، کسایی که متوجه شدن همه بزنن دستو. من ببینم کیا اگر نزنید یعنی متوجه نشدید. بله خوبه عالیه. خب اگر کسی هم حالا در حین تدریس جایی رو متوجه نشد حتما بپرسید، همونجا که خدمتتون عرض کردم. خب 67 و 2 دهم لیتر جواب ماست. خب ببینید اینجا دیگه، از اینجا به بعد ما کارمون در واقع یه جورایی فکر کنم سوال دارن. کجاش رو متوجه نشدید؟ چه موردی هست؟ اگر حالا جای خاصی رو متوجه نشدید که بفهمید، اگه کلیتش رو متوجه نشدید بذارید فیلم چیز رو براتون به رایگان میفرستن کسایی که توی این کلاس بودن. 66 و 2 دهم نبود، 60 ببینید 22 و 4 دهم ضرب در 3 دیگه میشه 67 و 2 دهم. منتظر سوال دوستمون هستیم که توضیح بدیم، شاید سوال بقیه هم باشه. خب بس فیلم رو ببینید دیگه، فیلم رو براتون ارسال میکنن میبینید. خب میریم سراغ چی؟ میریم سراغ بحث اینکه خب ما میگم که متوجه شدید حالا دیگه اصلا من به شما بیام اینجا 100 تا چیزام بدم، شما این 100 تا کس رو پشت سر هم میچینید تا برسید به اون مورد و میدونید که از مول به همه اینها میشه به سرعت رسید. حالا وقتی روش تشریح چیز تستی رو براتون گفتم خیلی بهتر متوجه میشید و درک میکنید این موضوع. خب میریم سراغ این که آقا دو تا ماده باشه، مثلا اینور اگر به حالا این که ما گفتیم در مورد یه ماده بود، اگر اینور اومدن به ما توی موازنه دادن، مثلا اینجا ایکس ما همون آقا ایکسی که داشتیم ضریبش مثلا 2 بود، به علاوه مثلا یه A شده بود، اونور مثلا چه میدونم مثلا شده بود. این مثالی که دارم میزنم کاملا مثال غیر علمیه ها، فقط جهت اینه که بررسی کنید شما و متوجه بشید. مثلا آقای وای اونور هست با ضریب 3. خب وای، خب حالا به ما میگن که آقا 36 گرم، اگر این بر 36 گرم ایکس داشته باشیم، خب اونور چند گرم به ما وای میده؟ ما میایم شروع میکنیم اینجا همون روشه. خب همون روشه، فقط یه مرحله اضافه داره. وقتی بهتون اونجا گفتم که به نظر من بهتره این که بذارید من اینا رو پاک کنم که بتونیم راحت بنویسیم. خب اینجا میدونید که 36 گرم از این داریم، میخوایم ببینیم گرم اینور چقدر میشه. همونجا که بهتون گفتم اول سعی کنید اولین کسرتون تبدیل به مول باشه، برای اینجاست. ببینید ما اینجا میگیم 36 گرم ضرب در اولین کاری که گفتیم چیکار کنیم؟ گرم رو میاریم، مول هم میذاریم بالا که مول بچسبه به در واقع عددمون. اینجا هم که میدونیم 12 بود جرم مولیمون و مولمون هم 1. خب الان اینجا تبدیل به مول کردیم. حالا اینجا چیکار کنیم؟ همین یه مرحله اضافه است که اگر شما بیاین اولین حرکتتون تبدیل اون گرم به مول باشه، این حرکت اضافه فقط و فقط همینه، هیچ چیز خاصی جز این نداره. ببینید اینجا میام من میگم آقا اگر من این مول ایکس دیگه، بذارید پشتش حروفشو بنویسم که اشتباه نشه. یه دفعه اجازه بدید اینجا بنویسم مول ایکس، گرم ایکس، اینم 1 مول، اینم 12. خب ضرب در چی میشه؟ این بر میاریم چیکار می‌کنیم؟ میایم آقا 2 مول ایکس مساوی شده با 3 مول وای دیگه. پس اینجا ما می‌خوایم مول ایکس رو بکنیم مول وای رو بهش بچسبونیم. پس میایم اینجا میگیم باز مول ایکس میشه چی؟ میشه 2 مول ایکس. به ما میده چقدر؟ 3 مول وای. از کجا فهمیدم میده 3 مول وای؟
کسی میتونه من بگه؟ کسی میتونه من توضیح بده که چرا به اون میگم بله درسته، آفرین. از ضریب من متوجه میشم. ببینید این یه معادله است، این یه مساویه. بذارید من رنگش رو این برای اولین بار نارنجی کنم. ببینید این در واقع توی شیمی مساویه. خب پس اینجا 2 مول ایکس ما مساوی میشه با 3 مول وای. پس در واقع اینها هم یه جورایی یک میشه بالا پایینش. حالا اینجا دیگه مول وای داریم، یعنی انگار که ما در واقع اومدیم این برای ایکس رو ایکس که داشتیم کردیم مول وای. خب که حالا از مول وای به اونورش باز مثل همون اول دیگه انگار داریم یه ماده رو مثلا به طور مثال اینجا جرم مولی ما در مورد وای، جرم مولیمون مثلا باشه چه عددی باشه، حالا 12 که نه، بذارید باشه مثلا 15. خب میخوام یه عدد خوب در بیاد. خب پس حالا اینجا که من مول دارم، مول وای دارم، میخوام بکنمش چی؟ میخوام بکنمش گرم وای دیگه. پس باید اینجا بیام، بذارید رنگو عوض کنم. پس باید اینجا بیام بکنم مول وای، اینجا بکنم چی؟ گرم وای، که این مول وای و این مول وای با هم برن تبدیل بشن به چی؟ اینم که با هم رفتن دیگه، بیاد گرم وای بچسبه به عدد من. خب مول وای کی بود؟ مول وای چه عدد؟ یک دیگه، در مقابل گرم خودش دیگه. گرم خودش هم 15، یعنی ما داریم میگیم الان میخوایم بالا و پایین رو یکی کنیم دیگه. الان نه بگید چرا مول وای 3 بود شد 1. ببینید ما میخوایم پایین و بالای کسر رو با هم یکی کنیم. خب پس من وقتی بالا میدونم که جرم مولی 15، یعنی هر 15 گرم مساوی 1 موله. من میخوام بالا و پایین رو با هم یکی کنم، اصلا کاری به کسر سمت چپ و کسر سمت راستم ندارم. پس 1 مول وای که اینجا نوشتم مساوی 15 گرم وایه. الان که گرم وای اومد چسبید به عدد ما دیگه نیاز به هیچ درگیری ذهنی در مورد یکاهامون نداریم. چیکار میکنیم؟ شروع میکنیم به حل کردن. میگیم آقا 12 و 36 میشه 3. 3 ضرب در 3 میشه 9. پس اون رو میگفتم همون 12 رو میگفتم که بهتر بشه. میشه 9. این 9 در واقع 9 دوم هم میشه 4 و نیم. بذارید اینجا رو پاک کنم. حالا اینجا میذارم 4 و نیم، اینجا میشه 4 و نیم. 4 و نیم ضرب در 15 میشه 67 و نیم. جواب میشه 67 و نیم گرم. بذارید نزدیک به گرم بنویسمش، همینجوری که بود 67 و نیم گرم. تموم شد. 15 کجا؟ من عرض کردم که 15 اینجا گذاشتیم، گفتیم مثلا جرم مولی وایمون 15 باشه، میشه 67 و نیم. تموم شد. به همین آسونی و به همین سادگی. خب دوستان متوجه شدید کاملا در مورد موضوع در واقع زنجیره رو توی امتحاناتتون دیگه مشکلی ندارید؟ الان اینجوری که من خدمتتون عرض کردم دیگه قاعدتا فکر نمی‌کنم باید مشکل خاصی وجود داشته باشه. بله خب خوبه. من تخته رو پاک میکنم. این از بحثمون در مورد چی؟ در مورد خب بله حالا روش تستی هم بهتون میگم. خب تو امتحان نهایی 12متون اگر 12 باشید، از امتحان نهایی 12متون هم در واقع اونجا دیگه مجبوری دیگه، نه دبیری هست نه کسی، هیچ کس نمیتونه چیز کنه. در واقع این رو شما حتما باید این روش رو بلد باشید. بالاخره یا امسال یا سالهای آینده ای که به 12 برسید توی نهایی مورد نیازتون هست. اگر شیوه سازمان سنجش هم به همین روش پیش بره، قطعا میرسه به جایی که خب دهم هم نهایی میشه، 11 هم نهایی میشه و فکر کنم سال 1404 این اتفاق میفته یا 1405، دقیقاً در خاطرم نیست دیگه. کلا همش نهایی میشه. شما مجبورید همه اینا رو به صورت تشریحی هم بلد باشید. خب میریم سراغ روش تستی. روش تستی ما خیلی روش سریع و خوبیه. مال شخص بنده نیست، یعنی این که میگم روش تستی ما این نیست که من ساختمش. روش تستی که ما الان میخوایم تدریس کنیم، روش تستی که داریم روش تست کسرهای پیش ساخته بهش میگن و بسیار بسیار روش آسون و خوب و سریعیه. نه خیر، امتحان نهایی توسط دبیر خودتون تصحیح نمیشه، در سراسر ایران پخش میشه، سرورک‌ها کنده میشه، حل میشه، دوباره برمیگرده. مثلا ممکنه برگه شما اگر در استان تهران هستید به دست یک معلم در مثلا استان کردستان چیز بشه و برگرده. خب بریم سراغ روش تستی. مول
گرم، لیتر، میلی لیتر، مولار و تعداد. اینجا ما بین همه کسانی که شما در واقع شاید رفته باشید و شاید این روش رو جایی دیده باشید، حالا نمیدونم دیده باشید یا نه، همشون 6 تا کسر احتمالاً در واقع دیدید. اما من این کسر، یعنی اینها رو تبدیل به 7 تا کسر کردم. درسته دو تا بعضیاش با هم دیگه در واقع یه جورایی یکی، اما این 7 تا کسر موجب میشه که شما اگر یه جایی در مورد تعداد هم گیر افتادید بتونید با همین روش حلش کنید. چون اون جاهایی که حالا من تا جایی که دیدم اگر جایی هم تدریس شده این قسمت رو تدریس میکنه و اگه شما تعداد بخورید بهش یه خورده سخت میشه کارتون، شاید ذهنتون اون لحظه توی آزمون جواب نده در مورد مفهومش. خب ببینید ما روشمون توی کسر پیش ساخته چیه؟ توی کسر پیش ساخته اینه که آقا ما همه اینایی رو که میخوایم تبدیل بکنیم به هم مساوی هم قرار میدیم. به چه شرطی؟ به شرطی که هر دو تاشون رو تبدیل به مول کرده باشیم. خب الان بهتون نشون میدم. مثلا ما اگر یک مول ماده مثلا یه ماده‌ای داشته باشیم 1 مول، خب مساویه با 1 مول خودش دیگه دوباره، درسته؟ یعنی 1 مول مساوی 1 مول دیگه، درسته؟ پس ما وقتی این دو تا رو در واقع هر حالا گرم و مثلا به لیتر، یا حالا مثلا میام یه مساوی بزنیم بین مثلا گرم و مثلا مولار یا میلی لیتر و مولار، هر کدوم وقتی این دو تا رو تبدیل به مول کنیم در واقع کاملا این دو تا رو مساوی کردیم و مساوی درستی قرار دادیم. به همین دلیل فوری حل میشه و به سرعت به جواب میرسیم. این اون در واقع اصطلاحاً علت این روشه، اون چیزیه که این روش، مفهومیه که این روش ازش ساخته شده، مساوی شدن و تبدیل شدن به مول هر دو تاشون. خب یکی یکی با هم بررسی می‌کنیم. من اول یه چیزی رو به شما معرفی کنم. توی اینایی که دارم میگم A یعنی ضریب موازنه. A ضریب موازنه است. M کوچیک جرم مولیه و بگم A برای یک ماده مساوی برای یک ماده برای یک ماده یعنی خودش با خودش برای یک ماده مساوی است با 1. یعنی اگر یک چیزی رو خواستید با خودش مثلا گرم یک چیزی رو خواستید به لیتر خودش تبدیل کنید، اون A رو 1 میذارید. بله کسرهای پیش ساخته است. خب میریم سراغ در واقع شروع کارمون. ما میدونیم مول تقسیم بر ضریب مولی میشه چی؟ میشه مولش دیگه، درسته؟ خب میریم سراغ بعدی. مثلا میگیم 20 مول داریم و مثلا ضریبش هم A فلان مثلا، حالا هرچی. حالا من الان اینا رو با هم دیگه مساوی می‌نویسم براتون زودتر رو کوچیک‌تر. مول A مساویه گرم، بعد آخر براتون توضیح میدم همشو. گرم A ضرب در خب این 5 تا رو من براتون نوشتم، 2 تا بعدی رو هم براتون خواهم نوشت. یعنی اینکه میتونیم یه روش دیگه بکنیم. بذارید من همینا رو برگردونم برای اینکه بتونیم بهتر براتون توضیح بدم، اونجوری راحت‌تر میشه. خب این 5 تا رو براتون نوشتم، در مورد میلی لیترهای هر کدوم من براتون توضیح خواهم داد. براتون در واقع توضیح خواهم داد. سوالای غیر درسی که خارج از این مبحثه در آخر کلاس صبر کنید توضیح میدم. خب شروع میکنیم. از بالا براتون برای توضیح دادم.
ببینید مول تقسیم بر ضریب مولی مساوی است با گرم تقسیم بر ضریب مولی است، ضریب استیکیومتری یا ضریب موازنه ضرب در جرم مولی. آیا این رو قبول دارید که کسر اول رو مساوی گذاشتیم؟ یه دوست عزیزی با نام آموزشتان وارد شدن. اگر اینکه با مدیریت هماهنگ نیستن لطفاً سریعتر نامشون عوض کنن، وگرنه من مجبور میشم که از کلاس خارجشون کنم به علت یاد نامشون. سریعا خودشون از کلاس خارج بشن، نامشون رو عوض کنن. خب ببینید این کسر مورد قبول شما هست دیگه. مول تقسیم بر ضریب مساوی است با گرم تقسیم بر ضریب ضرب داره جرم مولی. من میگم این دو تا ضریب اصلا از دو طرف خط بزنید، مول میشه گرم بر ضریب مولی دیگه، جرم مولی دیگه، درسته؟ همه این مساوی ها با هم برقراره، یعنی در واقع همه اینها، هر کدوم از اینها جوابش میشه مول. جواب اینا میشه مول. خب هر کدوم از اینا که نگاه کنید جوابشون میشه مول. شما کافیه اینها رو حفظ کنید. و اعداد رو جایگذاری کنید. الان مثلا به طور مثال من اگر بخوام گرم یه ماده رو تبدیل به مولارش کنم، جرم مولی داشته باشیم و لیتر، چیکار میکنیم؟ بگین تو کامنت ها بگید. اگر من بخوام این الان برای این عدد میذارم 1 2 3 4 5. من میخوام گرم یه ماده ای رو تبدیل کنم به مولارش، لیترش رو دارم، جرم مولیش هم دارم. کدوم دو کسر رو مساوی هم قرار میدم؟ دوستان نمیتونن جواب بدن به این سوال؟ خیلی وقتی من میخوام گرمش رو تبدیل کنم به مولار اون ماده که این ام هست، میام کسر 2 و 4 رو مساوی هم قرار میدم. یعنی ببینید من اصلا نیازی ندارم که بخوام بدونم چیزی رو، فقط من میدونم گرم رو میخوام تبدیل به مولار کنم، فورا این دو تا رو مساوی هم قرار میدم. چه اتفاقی میفته؟ مثلا من 12 گرم دارم، حالا بذارید همونجوری همون x 36 گرم دارم، هم که یک چون مال همون ماده است ضرب در 12 که جرم مولی مساوی است با مثلا 2 لیتر دارم و این هم یکه. به همین سادگی به مولار تبدیل میشه. چیکار می‌کنیم؟ خب مشخصه که دیگه این دو با حالا این 12 با این 36 میشه 3، این دو هم با این 3 میشه 1.5. پس مولار ما چیه؟ 1.5. درست شد؟ درست شد. من فقط کافیه بیام دو تا چیزی رو که میخوام مساوی هم قرار بدم. من مثلا به من الان میگید آقا بیا به من بگو مثلا 36 گرم تعدادش چقدره. خب میام فوری میگم 36 گرم رو میذارم روبروی اون n دیگه. 36 تقسیم بر 1 ضرب در 12 مساوی است با n 1 ضرب در 6 و 2 صدم 62 صدم ضرب در 10 به توان 23. تموم شد رفت. همین رو حساب میکنم. این با این میشه 3 رو ضرب در این میکنم 3 6 تا 18 تا 3 تا هم 6 تا 6 ضرب در 10 به توان 23. تموم شد. تعدادش پیدا شد. به همین راحتی، به همین سرعت حل میشه. فقط شما کافی اینها رو بلد بشید. این 5 شکست رو که براتون نوشتم رو دیدید. حالا اگر به جای لیتر به ما دادن میلی لیتر، ما چیکار کنیم؟ فقط یه ضرب در 1000 تو مخرج هر کدوم میذاریم. همین تنها کاری که میکنیم همینه. مثلا اگه ما با مولار، یادتونه که مولار لیتر بر A بود دیگه. خب من میگم اومدن گفتن مولار میلی لیتر، ما میگیم A ضرب در 1000. فقط فرقش همینه. من به این صورت دو تا از کسرها رو هم کم میکنم. ما میگیم اومدن گفتن لیتر، یادتونه A ضرب در 22 14 بود دیگه، درسته؟ حالا اگه ما اومدن گفتن میلی لیتر، میگیم A ضرب در 22400. به همین راحتی. تنها فرقش و تنها تفاوت میلی لیتر با لیتر همینه که یه 1000 میذاریم توی مخرجش. بس حفظ شدید. یک بار با هم دیگه همش رو تکرار میکنیم. مول تقسیم بر A. ببینید A زیر همشون هست. گرم تقسیم بر A ضرب در M. مهم نیست اینا، حالا همینجوری نمیخوام پشت سر هم. لیتر مساوی است با لیتر تقسیم بر A ضرب در 22 14. مولار ضرب در لیتر تقسیم بر A. N تقسیم بر A ضرب در 6 و 2 صدم ضرب در 10 به توان 23. این
مجموعشه. اگر میخواین بنویسید، بله الان همین کارو میکنم. الان میخوام الان من اینو مینویسم و شما اسکرین شات بگیرید. دو تا نکته داره، این دو تا نکته رو بهتون بگم. دو تا استثناء داره، بعضی وقتا استثناء پیش میاد این وسط. این دو تا رو بگم و دیگه اصلا بعدتون مرخص بشیم. خب مینویسم الان دوباره همه اینها رو که اگه خواستید اسکرین شات بگیرید. مول ای خب اینو اسکرین شات بگیرید. دوستانی که میخوان الان اسکرین شات بگیرن. الان در مورد همون بازده هم خدمتتون میگم. اجازه بدید در آخرش من بازده رو بهتون میگم. خب اسکرین شات ها رو گرفتید. 1 2 3 تمام. خب بریم سراغ دو تا مورد خاص. در مورد لیتر، در مورد اون کسر لیتر و میلی لیتر هم براتون می‌نویسم این بار متوجه بشید. در مورد این کسر اگر به ما چگالی بدن نمیتونیم از این دوتا استفاده کنیم. چرا؟ خب چون دیگه حالا مشکلات پیش میاد، خودتون میدونید دیگه حل کنید چگالی رو، یعنی چگالی رو بلد باشید میدونید چرا این چگالی پیش. من اینجا کلاس فیزیک نیست که من بخوام توضیح بدم وقت دوستان رو بگیرم، خودمونم وقت نداریم. چگالی بدن نمیتونیم اینجوری از این دوتا استفاده کنیم. پس چیکار میکنیم؟ باید از رابطه چگالی برامون، برای خودمون در واقع چی رو درست کنیم؟ حجمو. ما میگیم آقا ما یه چگالی داریم، خب میشه جرممون بر حجممون دیگه. بعد از این راه حجمو به دست بیاریم. اگر ما گفتن ما 10 چگالیمون مثلا اینه و 10 گرم داریم، باید از ضرب در واقع از تقسیم m بر چگالی حجممون رو به دست بیاریم. درست شد؟ حجممون از اینجا به دست میاد. قابل اندازه‌گیری با اینها نیست. گرم به ما دادن، میگیم آقا گرم حجم مساوی چگالی دیگه. این قانون چگالی خیلی قانون راحتیه. پس اگر اینا رو دادن، ما اگر چگالی دادن ما از اینا استفاده نخواهیم کرد. به جای از هم قانون خود چگالی استفاده میکنیم که جرم تقسیم بر چگالی میکنیم و دیگه حالا ادامهش که به دست خواهد اومد حجمش. خب مورد بعدی، اگر احیانا این خیلی 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 کم پیش میاد. خب اصلا من تقریبا شاید یه دونه یا دو تا سال تو کل دوران دبیرستان که بودم دیدم این هم تست دادم، فقط فکر کنم یکی یا دو تا در مجموع شاید دیده باشم. بعضی وقتا میان به جای مولار گرم بر لیتر میدن. خب گرم بر لیتر میدن. در صورتی که گرم بر لیتر دادن، شما دو تا راه دارید. یا بیاین همین گرم بر لیتر رو تقسیم بر جرم مولی بکنید، یعنی بیاید بگید اینجوری مثلا گرم بر لیتر تقسیم بر جرم مولی بکنید که حالا این عددش مثلا 10 20 30 هر چنده هست به یه راه دیگه هم دارید که بیاید توی اون قسمتی که مولار داریم، مثلا مولار ضرب در لیتره، اونجا ای که دارید یه ام هم اینجا اضافه کنید. این دو راهتونه که انجام بدید. البته میگم این حالت استثنایی نیست، در واقع یه توضیح، یه نکته است که اگر گرم بر لیتر دادن اشتباهی مولار میرید، یعنی مول بر لیتر. خب مول بر لیتر. حالا من الان بذارید براتون توضیح بدم. مولار یعنی مول بر لیتر. خب حالا اگر گرم بر لیتر دادن، یادتونه ما چجوری گرم رو تبدیل به مول می‌کردیم؟ تقسیم بر جرم مولی می‌کردیم دیگه. الان دیگه راحت متوجه، یا یه جرم مولی بندازید اینجا، یعنی مثلا تقسیم بر جرم مولی بکنید که مولارش به دست بیاد، یا اینکه یه ام بندازید پایین اون کسرهای مولار. این رو هم فراموش نکنید، همونجا که توی اون کسرها اگر میلی لیتر به ما دادن یه ضرب در 1000 می‌کنیم، یا حالا به روش ساده‌تر یه 1000 میندازیم تو مخرج، یه ضرب در 1000 میندازیم توی مخرجمون. اینم از دو موردی که باید گفته میشد. مهم در واقع اون بحث چگالی بود که توی سوالای بسیار زیادی تکرار میشه. بحث چگالی
خب بحث چیزم این بازده درصد و اینا هم براتون بگم توی همین حالت تستیش، تو همین حالت تستیش براتون بازده درصد بگم. ببینید ما وقتی یک چیزی داریم، مثلا همون x رو براتون بنویسم، همون 3x رو بنویسم براتون، 3x علاوه a b علاوه 2y مثلا. خب اینقدر وایان بد میشه. خب ما اینجا اومدیم مثلا مول x رو نوشتیم، تقسیم بر 3 کردیم، مساوی کردیم با چی؟ با مثلا گرم y رو میخوایم به دست بیاریم که میشه 2 ضرب در مثلا هم جرم مولش 15. خب مثال میزنم، این مول هم اینجا مثلا حالا 10، همینجوری، فقط برای اینکه فکر نکنید اون مول این در واقع اینجا برای ما مجهوله. خب ما در مورد درصد خلوص الان بهتون میگم، بازده درصدی و درصد خلوص رو کامل بهتون میگم، یک ثانیه همش یاد میگیرید. ببینید درصد خلوص رو میذاریم کنار ماده داده شده. آقا گفتن این 80% خلوص وایه، میذاریم 80%. خب یا نه اومدن گفتن آقا ایکس ما 30% خلوصه، میذاریم 30، میذاریم کنار همون ماده‌ای که داریم درصد. خب متوجه شدید؟ این از درصد خلوص که خیلی راحته و میذاریم کنار همون ماده‌ای که به ما گفتن. اما اگر بازده درصدی بود چی کار میکنیم؟ همیشه کنار واکنش دهنده است. اصلا اینجا که مثلا الان فراورده است اصلا قرار نمیگیره. هر چی بود بازده درصدی 20%، 30%، 40%، هر چی که هست میایم میذاریمش اینجا مثلا 40%. کنار چی؟ کنار واکنش دهنده. این دو تا نکته رو بلد باشید تموم. بازده چیز درصد خلوص، ببینید مشخصه دیگه، درصد خلوص تبدیل مال خود یه ماده است، یعنی از کلمش مشخصه که درصد خلوص مال یه ماده است، پس حتما باید کنار ماده خودش باشه. نمیتونیم که مثلا درصد خلوص اینو بندازیم اون ور، مال خودشه، باید کنار خودش باشه. اما با چیز بازده درصدی مال واکنشه. بازده درصدی به علتی که مال واکنشه، خب باید کنار واکنش دهنده باشه که چی؟ که فرآورده‌ای که به ما میده از اون بازده درصدی پیروی کنه دیگه. نمیتونیم بازده درصدی بندازیم کنار فرآورده‌ای، که بازده درصدی زمانی به درد ما میخوره که توی مرحله اولیم و داریم واکنش میدیم. به ما میگن آقا 40% این واکنش بازده داره، که ما بفهمیم در واقع چقدر بهمون فرآورده میده. اینم در مورد بازده درصدی و درصد خلوص که به راحتی حل میشه. تمام. کسی سوالی چیزی نداره؟ ببینم. خب بازده درصدی رو که گفتیم، سوال حل کردن رو وقت نداریم. حالا ببینیم چیکار میتونیم کنیم. اگر یه دفعه چیز کردیم، یک پکیج استیکیومتری ارائه کردیم، تو اون سوال حل میکنیم حتما. این سوال صرفا این در واقع کلاس به خاطر این بود که دوستان زیاد درخواست داده بودن، ما گفتیم اشکالی نداره، به صورت رایگان براتون برگزار میکنیم. موازنه بحثش جداه، کاملا موازنه بحثش جداه. حالا دیگه حالا یا اگر ببینیم شرایطمون دور بشه، ببینیم حالا میگم بر اساس دیگه استراتژی برند یا رایگان یا حالا به صورت پکیج آفلاین به فروش برسه. چرا اتفاقا الان توی یه کلاس شیمی جامع داریم، دهم رو تدریس کردیم، 11ام رو تدریس کردیم، 12ام رو هم دو فصل اولش رو تدریس کردیم و فقط مونده تقریبا تا یک شنبه دوشنبه دیگه تموم میشه. تستاش هم با هم زدیم توی کلاس. من در مورد اساتید و در واقع مؤسسات دیگه‌ای خب طبیعتا میدونید که نمیتونم اظهار نظر کنم. نهایت کاری که من بتونم در مورد چیزای دیگه بکنم اینه که مثلا شما بگید کتاب معرفی کنم، من بهتون مثلا یه کتاب معرفی کنم، دیگه نهایت کاری که من میتونم بکنم، چون خب طبیعتا از نظر حرفه‌ای خوب درست نیست که من بخوام در مورد بقیه اظهار نظر کنم. اگر بتونید چه کتابی رو حل کنید، در واقع باید بگم که بهتره اینطوری بگید اگر بتونم چطور بتونم درصدم رو برسونم درصد خوبی از شیمی. ببینید مثلا به طور مثال یه نفر هست شیمیش خوب نیست، این آدم باید یکی یکی دو تا سه تا کتاب رو مثلا طی کنه، دو تا کتاب رو طی کنه که بتونه درصد خودش رو بیاره بالا.
اما این نفر شیمیش خوبه. مثلا به طور مثال میگم، من مثلا کسی که شیمیش خوب باشه مثلا میگم برو آی کیو بزن. خب اما این آی کیو رو اگر بدیم به کسی که سطح شیمیش پایینه، خب این نمیتونه بزنه، نه تأثیری داره توی کارش. مثل دونده است، شما اول باید 10 متر بدوید، بعد بتونید 50 متر بدوید، بعد بتونید 100 متر بدوید. کسی بخواد از اول 100 متر بدوه قطعا نمیتونه این کارو بکنه و هیچ وقت هم اون 100 متر نخواهد رسید. در مورد پکیج و اینا، حالا فعلا الان ما داریم مسائل دیگه رو پیش میگیریم و تولید میکنیم. در مورد پکیج انشالله اگر آماده بشه به اشتراک میذاریم، هم تو کانال به اشتراک میذاریم، هم توی حالا سایتمون انشالله بیاد بالا. سایتمون هم قطعا خواهد بود، از اونجا بهتر راحت‌تر میتونید خرید کنید. اما از پی وی کسی که ثبت نام کردین هم میتونید خریداری کنید اگر فکر آماده شد. کلاس هم بله، فیزیک 11 هم فیزیک امسال کلاس نداشتیم به صورت جامع.